سلام دوستان، وقت بخیر. تو این ویدیو قصد داریم نحوه ساخت والت تونکیپر و اتصالش به همستر رو توضیح بدیم. دوستانی که اندروید دارن وارد پلی استور و دوستانی که از iOS استفاده میکنن وارد اپ استور بشین. توی قسمت سرچ کلمه تونکیپر رو بنویسید و اینتر کنید. تونکیپر با این آیکون براتون مشخص میشه. گزینه اینستال رو بزنید و منتظر بمونید نصب بشه. بعد گزینه اوپن رو بزنید. اپ که باز شد گزینه کرییت نیو والت رو بزنید. ازتون میخواد که پسکد بسازید، این کار رو انجام بدید. در مرحله بعدی ازتون میخواد که ناتیفش رو فعال کنید، این کار رو انجام بدین. حالا وارد قسمت ستینگ بشین. گزینه بکاپ رو بزنید. حالا بکاپ مانوری رو هم بزنید. بر این صفحه بهتون نمایش داده میشه. روی گزینه کانتینیو کلیک کنید. 24 کد مخصوص والت خودتون رو میبینید. حتما کپیش کنید و جای هم ذخیره‌اش کنید. کارمون اینجا تمومه. میریم رو همستر. گزینه ایردراپ رو انتخاب میکنیم. روی گزینه کانکت یور تون والت کلیک میکنیم. دوباره همین گزینه رو میزنیم. این صفحه باز میشه. تونکیپر رو انتخاب میکنیم. وارد والت که شد گزینه کانکت والت رو میزنیم. پسکدی که اول گذاشتیم رو وارد میکنیم. گزینه دان رو که دیدین یعنی کار به درستی انجام شده و والتتون بس شده. ممنون که تا اینجا ویدیو با ما همراه بودین. اگر از این ویدیو خوشتون اومد و براتون مفید بود لطفاً رو لایک کنید و برای دوستانتون ارسال کنید. اگر به بازارهای مالی علاقه‌مندین حتما کانالمون رو سابسکرایب کنید و زنگوله رو بزنید تا از ویدیوهای آموزشی جدیدمون جا نمونید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.